خب سلام بار دیگر. افیر قبلی چی خیلی شده بود که یک پشمو می نوشتین در من چند بار می آمد. خب باز هم خیلی آمده است. این در تلفن چند بار آمده است همین گپ. یعنی نوز صبر شما یک لایک موندین در اینجا باشد 8 بار شده همین گپ میاد. خب نوز صبر. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و علیکم سلام. یعنی یک گپ 10 بار زیاد شده است. چی یگون مشکل باشه. خب چیکار باید کرد؟ تشکر زیاد نازا برای لایکتون و برای آمدنتون، برای دستگیریتون. یا اون کسی این برنامه رو میفهمیده باشه که چی در داشته باشه. سمیت چی ورسی دیم لایک. سلام علیکم و علیکم سلام. برادر یعقوب جون سلام علیکم. برادر جون دیم ایما تشکر زیاد. فیروزه جبر و سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین. کی برادر یعقوب جون یا که یگون نفر دیگه باشه اینجا همین برنامه که افیر میکنن همه یعنی موبیزینه چیه همین برنامه. یعنی شما یک کامنتر می نویسید در من 10 بار آمده است همون گپ. مشکل چی باشه؟ موبیزینه و موبیزین لیو دویم ما بودم قریب 10-12 باشی تکرار میشه. موبیزین بله. این موبیزین 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 9 بار 10 بار 10 بار آمد. یک گپ 10 بار آمد. دلشاد جا سلام علیکم. پنجم لایک مالیم چهال دارین. شکری خدا خوب تنج شما سازین تنجین. این ای دلشاد هم خیلی 6 بار 7 بار 8 بار. خب باز از یعقوب جون سرشید چی دو خیلی شده است. چون اینا چی دو خیلی شده است همین گپ تکرار آمده است. بلکس اکا چهال دارین هم ماشین خیلی آمده است. خب شکری خدا خوب امتحان که بلکسی فیروزه جبارова ششم لایک تشکر زیاد. خب از این فهمیده میشه که از تلفن امروز کامنتر خوندن نمیتونیم. بنابراین از همه دوستان معذرت میخوایم که از تلفن نشیده است خونده. یعنی کامنتر اومده است یک گپ 10 بار اومده است. 10 بار 12 بار تا 15 بار میآید مثلا. خب میرم به سراغ درس. از اون که چی میکنیم وقتمون به خدا بگذره. بکشنش ای سرش بتین برادر جان. باز نو هم خیلی نشید. یا برگه بکشیمش. این بکشین ای سرش بتین برادرون. امیر این قریب 15 بار شده اومده است. اگر یمون کسی کامنتر ننویسه همین گپش ما اومده میگه تو 20 بار 30 بار مثلا اومده است. او در کامپیوتر شما دیده استین در کامپیوتر کور کردین شما مثلا کامنتراتون اما در تلفن اومده است. خب یا برد گلا بکشم ایسا گیرون کنم میلش بخشی که دستیمون است تکنیک های گوه همیشه حاکم خیلی پدودی دونه میکنم بگیم.